فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهری که چهارشنبه اخیرشون 4858 پرسیدن که ایشون زن دوم کسی هستن و شوهرشون بین ایشون و زن اولش فرق قائل میشه و چند سالی است که با ایشون زندگی نمیکنه، فقط خرچی میده، نفقه میده. تکلیفشون چی؟ تا زمانی که زن در نکاح هست و جزء منکوحات یک مرد حساب میشوند، مخارجی که بر زن هست و حقوقی که یعنی این زن علیه مرد دارد، اینها فقط به مخارج و هزینه زندگی بسنده نمی کنند، هم مخارج زندگیش رو باید بدهد، خرج و هزینه و نفقهش رو بدهد و هم باید مبیت رو مراعات بکند، قسم بکنه، یعنی هم به همون اندازه که برای همسر دومش وقت میگذارد برای همسر اول هم باید وقت بگذارد و سکنا هم باید بدهد، محل سکونتی رو باید تأمین بکند و همچنین پوشاک این زن رو باید تأمین بکند. اینا حقوقی هستند که تا زمانی که این زن در عقد نکاح این مرد هست باید این عدالت رو برقرار بکند و حقوق شرعی و مسلمش هستند و اگر این حقوق رو پرداخت نکرد، این زن میتواند که از طریق دادگاه یا از طریق مجامع فقهی سنتی که وجود دارند در مناطق اهل سنت مطالبه بکند و این حقشونه و اگر مرد هم این حق رو پرداخت نکند، در روز قیامت الله متعال قطعا ایشون رو مجازات میکنه و در روایت اومده که هر مردی که بیشتر از یک زن داشته باشد و در میانشون عدالت نکند، در روز قیامت در حالتی مبعوث خواهد شد که نصف بدنشون فلج هست.